اگه قرار باشه بوکس رو به ورزش صلح‌آمیزتری تبدیل کنن، اول از همه مشتای آرتور باتربیوف باید ممنوع بشن. هر بوکسوری که با این تانک برخورد داشته در جا روانه بیمارستان شده و بعضن تا چند سال بعد دستکش به دست نکرده. تنها قهرمان بوکس جهان که تمام حریفاشو ناک اوت کرده و هیچ حریفی مقابل این دیو روی پای خودش از رینگ خارج نشده. ویدیوی امروز مستند آرتور باتربیوفه، بیرون از رینگ با مرام و خاکی ولی توی رینگ یه هیولای آدمخوار. آرتور باتربیوف در سال 1985 با اصالت چچنی در داغستان روسیه به دنیا آمد، جایی که بزرگانی رو به دنیای کشتی معرفی کرده و آرتور هم به دنبال برادرای بزرگترش وارد باشگاه کشتی شد. اما بعد از دیدن مبارزات بوکس مسیرش رو به این ورزش تغییر داد. پدر آرتور با تصمیمش مخالف بود، ولی بعد از اینکه استعدادش رو تو این ورزش دید باهاش همراه شد. ولی متاسفانه زنده نبود تا موفقیت پسرش رو ببینه و در یه تصادف جونش رو از دست داد. غم از دست دادن پدر به جای ناامید کردن آرتور قدرتش رو چند برابر کرد. حتی توی بوکس آماتور هم کم بوکسوری میتونست مقابل تانک چچن دووم بیاره و روی پای خودش از رینگ خارج بشه. با قدرت عجیب غریبی که در دو دستش داشت کله هر حریفی رو منفجر میکرد. چندین بار قهرمانی اروپا و عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورد. در دو المپیک 2008 و 2012 حضور داشت و به رکورد 295 برد و 5 باخت در بوکس آماتور رسید. از معروفترین مبارزات آماتورش 3 مبارزش مقابل الکساندر اوسیک هستند. قهرمان بلامنازع سنگین وزن، قهرمان بلامنازع کروزرویت و یکی از پر افتخارترین بوکسورهای تاریخ. در اولین مبارزه سال 2007 در دسته لایت هیوی ویت آرتور باتربیوف تونست اوسیک رو شکست بده. مبارزه دومشون در مسابقات جهانی سال 2011 بود که در دسته سنگین وزن که وزن اصلی باتربیوف نبود با هم روبرو شدند. اوسیک با تکنیک بالا و پاهای بیدارش مبارزه رو به دست گرفت و راند 1 و 2 رو برنده شد. در راند سوم باتربیوف با یه بادی شات سنگین زمین گیرش کرد. اما ناکدان فقط یه امتیاز داره و باتربیوف در مجموع شکست خورد. مبارزه سوم در 1/4 نهایی المپیک 2012 بود که باتربیوف باز هم پهلوی اوسیک رو هدف گرفت و ناکدانش کرد. اما این بار به تشخیص داور ضربه به کلیه وارد شده بود و یه امتیاز از آرتور کم کرد. در این مبارزه هم باتربیوف با رأی بحث برانگیز داوران شکست خورد و دستش به مدال نرسید و اوسیک هم طلای المپیک رو به دست آورد. آرتور باتربیوف از سر و کله زدن با داوران بوکس آماتور خسته شد و تصمیم گرفت پرونده آماتور رو همینجا ببنده.